آقایون و خانم دکترای عزیز سلام. دو تا اتفاق بامزه در بدو ورود برای همه ما افتاده. اول اینکه به محض اینکه وارد یکی از فرودگاه‌های کانادا شدیم، درست قبل از گیت‌های ورودی یه نفر وایساده بود که میگفت کانادایی‌ها و آمریکایی‌ها از این ور، اونایی که ویزا دارن از اون ور و اونایی هم که نیو ایمیگرنت هستند Welcome to Canada. اون موقع هممون انقدر خسته بودیم که شاید فکر نکردیم این عنوان که الان این خانم چسبون رو پیشونیمون قرار 3 تا 5 سال هر جا بریم با همون باشه. نیو ایمیگرنت. بعد از چند روز که محل اقامتمون مشخص شد و جتلک برطرف شد و رفتیم سراغ یکی از اتوریتی بادی‌های پزشکی و با کلی اشتیاق عرض کردیم که بنده دکتر فلانی هستم و اومدم تا شما رو از خدمات بسیار ارزشمند پزشکی خودم، همونطور که اونا گفته بودن، بهره‌مند کنم. خیلی محترمانه حالیمون کردن که فرق نمی‌کنه که ما چند سال تجربه داریم. اینجا اگه خیلی زرنگ بوده باشی تا الان، نهایتاً کردنشال اسسمنت خودتون انجام دادید و یک صفحه در وبسایت physicianapply.ca دارید و اینجا به شما میگن IMG. برای دکتر فلانی شدن باید 4 تا 5 تا امتحان بدی و یه آمارم گذاشتن جلومون که آمار بسیار پایین موفقیت IMG ها رو توی کانادا نشون میداد و در ضمن خیلی هم تاکید کردن که کانادا کشوری مالتی کالچرال و مالتی کامیونیتی و فرقی بین شما و یک کانادایی نیتیو وجود نداره، ولی اجالتا اونا باید 2 تا امتحان بدن و شما 4 تا. روی IMG بودن و روی نیو ایمیگرنت بودن به این جهت تأکید دارم که خواهی نخواهی همه پزشکا پلن ایشون اینه که بتونن به عنوان IMG مراحل مختلف لایسنسینگ رو طی کنن و وارد سیستم پزشکی بشن، در حالی که همزمان حداقل باید 4 سال با مسائل مختلف مهاجرت و سیتیزنی هم دست و پنجه نرم کنن. بنابراین به عنوان اولین توصیه خواهش میکنم قبل از شروع آمادگی برای امتحانات پزشکی حتما برای 4 سال اقامت خودتون تو کانادا یه طراحی داشته باشین، مخصوصا برای تعیین منابع مالی و طراحی پلان بی.